همه وقت خطی میگه گاز من همین کودم تو این خطی میبرم هیچ وقت از دست من دکتر کنده نیست هیچ خروجی من همین دکتره من 60-70 ساله که همین دکتر در دست من از دست کنده نیست. حاتم حکیموف از آخرین گرغولی سرایان در تاجیکستان است. او الکی به سن 88 رسیده و 76 سال عمرش را به همین نوع موسیقی بخشیده است. نخست در نزد بابایش و بعداً در شاگردی یکی از گرغولی سرایان معروف کشور نشسته است. گرغولی که حماسه خلقی است در عصر 18 در جنوب تاجیکستان دوباره احیا شد. تا پیدایش رادیو و تلویزیون حماسه برای مردم عادی از یگانه واسطه وقت خوشی بود. گرغولی سرایان در تمام جشن‌ها و سورها شرکت می‌کردند و داستان گرغولی قهرمان را که با ظلم و ناحقی مبارزه می‌برد می‌خواندند. اول هیچ که ما را پسند نمی‌کرد. می‌خندیدم من چشمام قاق بپوشیدم می‌خوندم. استاد گویا که من یک رجب علی گفتنی بعد و هم گرغولی خان بود استاد ما هوایشی انا ای هوای بچم به تعلیم گرفتم ای رجب علی من گویا که یک 14-15 سال گویا قطیش میگشتم خیلی بیومد تو یاد و بعد شب معرکه میشیشتیم هم بیخوشته من میشیشتم و میخون من گوش میکردم. گرغولی از 30 حکایه عبارت است و سرودن آن از 4 تا 7 ساعت را در بر میگیرد. بیشتری وقتی خود را حاتم حکیموف برای ازبر کردن متن حماسه صرف میکند. حالا او 25 حکایه را از یاد میداند و میخواهد آنها را در شکل کتاب نشر نماید. هیچ کار دیگر نمیکردم. هوا گوش میکردم. این همه خاصیت جمعی که میرفتم تا جوگه میدرمدم. یک لحظه به دل میگذارم. هوا در منه سری من جوک به جو میشد. سحر میرفتم پیش میگفتم молодец. Надо сказать, что кроме Таджикистана, ареал распространения этого эпоса огромен. Центральная Азия. و غیر از تاجیکستان گرغولی را در ترکمنستان و ازبکستان، آذربایجان، ترکیه در قسمت جنوبی ایران اجرا می‌کنند. در هر کشور خواندن آن مختلف است. مثلا در تاجیکستان فرقش این است که حکایه پورا با حلق خوانده می‌شود. این یگانه رویه در موسیقی ملی عنعنوی است که ترانه با حلق و دوتار اجرا می‌شود. Изначально до конца оно поется. استاد گرغولی حاتم حکیموف در جشنواره بین المللی گرغولی سرایی که در ترکمنستان با شرکت 13 کشور دایر شد بهترین اعتراف گردید. غالبیت خود را این هنرمند در زیبا صدا دادن گرغولی با زبان تاجیکی میداند و میگوید باید این نوع موسیقی حفظ شود. او تصمیم دارد در نزد کنسرواتوار ملی تاجیکستان مکتب مخصوص گرغولی سرایی را تأسیس بدهد و هنر خود را به شاگردان بیاموزد.